سلام دوستان، بریم سراغ داستان امشب. اون شب توی امامزاده انگار هوا سنگین تر از همیشه بود. هر چقدر که فانوس رو جلو می بردم نورش به زحمت بیشتر از چند قدم جلوترم رو روشن نمی کرد. تو دلم لعنت فرستادم به خودم که چرا قبول کردم شبای پنجشنبه اینجا بمونم. پیر ده حاج مسیب با اون صدای خشدارش گفته بود: حواست باشه شبای پنجشنبه اینجا سر و صدا میشنوی، محل نذاری. اول فکر کردم منظورش زائراست که میان نذرشون رو ادا کنن، ولی وقتی اون شب از تو تاریکی صدای پچ شنیدم فهمیدم یه چیزی درست نیست. صدا نزدیکتر شد، آروم آروم سر چرخوندم، قلبم داشت از جا کنده میشد. یه سایه کنار درخت چنار قدیمی تکون خورد. گفتم: کی اونجاست؟ صدا میلرزید، جوابی نیامد، فقط صدای خشت برگا زیر پای چیزی که دیده نمیشد. دستم عرق کرده بود. فانوس رو گرفتم بالا، ولی سایه تکون نخورد. انگار میدونست که دیدمش. قدمی برداشتم سمتش، اما تا فانوس رو جلوتر آوردم سایه ناپدید شد. انگار هیچ وقت اونجا نبود. با خودم گفتم شاید خیالاتی شدم. نفس عمیقی کشیدم و برگشتم سمت اتاق نگهبانی، اما قبل از اینکه پامو بذارم داخل صدای زمزمه‌ای از پشت سرم یخ به تنم نشوند. یه صدای آروم اما واضح. یکی گفت: این الله چرا برگشت؟ برگشتم. هیچ کس نبود، اما یه حس عجیبی بهم میگفت تنها نیستم. صبح که شد رفتم سراغ حاج مسیب. تا منو دید فهمید که یه چیزی شده. صداشو آورد پایین و گفت: دیدیشون؟ با تعجب گفتم: کیو؟ گفت: اونا که اینجا رو برای خودشون میدونن، اونا که پنجشنبه ها میان سراغ آدما. داشتم شوخی میگرفتم که پیرمرد یه چیزی از جیبش در آورد و گذاشت کف دستم. یه تسبیح که مهرهاش انگار از استخون ساخته شده بود. گفت: این دستت باشه، شبا بی خود و بی جهت با کسی حرف نزن. هر کی رو دیدی مطمئن شو که واقعا همونیه که فکر میکنی. یه خنده عصبی کردم و گفتم: چی میگی آجی؟ یعنی من باید برم تست بگیرم از آدما ببینم خودشونن یا نه؟ اون فقط یه جمله گفت که تمام روز ذهنم رو درگیر کرد: اونا شبیه ما میشن ولی یه فرق دارن، حواست باشه. اون شب سعی کردم بیشتر توی اتاق بمونم و بی دلیل بیرون نرم، اما نیمه شب دوباره همون صدا رو شنیدم. این بار واضح‌تر: عین الله یا بیرون. جرئت نکردم جواب بدم. از پنجره کوچیک نگاهی انداختم به بیرون. یه نفر اونجا بود، قد بلند، پشت به من وایساده بود. آروم برگشت. خیلی چشمای عجیبی داشت. چهرش کلاً ترسناک بود، خیلی ترسناک. چنان ترسیدم که عقب رفتم و خوردم به دیوار. وقتی دوباره نگاه کردم اونجا نبود، اما صدای نفسهای سنگینش پشت در شنیده میشد. یه دفعه چیزی با شدت کوبیده شد به در اتاق. بلند شدم. تسبیح تو دستم بود، اما نمیدونستم باید باش چیکار کنم. صدا بلندتر شد. بعد یه چیزی زیر در مثل مه سیاه شروع کرد به داخل شدن. اون شب با هر جون کندنی که بود خودمو کشیدم توی اتاق و در رو قفل کردم. هنوز نفس میزدم و تمام تنم یخ کرده بود. یه لحظه به فانوس که هنوز نور ضعیفی داشت نگاه کردم، بعد به پنجره. انگار هر لحظه ممکن بود کسی، یا بهتر بگم چیزی، پشتش ظاهر بشه. نمیدونم چند دقیقه گذشت، شاید 1 ساعت، اما وقتی اون صدای پا رو دوباره شنیدم تمام بدنم قفل شد. این بار آرومتر بود. انگار یکی داشت پاورچین از کنار اتاق رد می شد. نفسامو حبس کردم و
به سایه های روی دیوار زل زدم. نور فانوس داشت کم کم خاموش می شد و فضای اتاقک داشت تاریک تر می شد. بعد یک صدای تق تق آروم از پشت در اومد. پشتم زده بود. یه بار دیگه صدای تق تق اومد. دستم رفت سمت کارد کوچیکی که همیشه کنار رخت خواب داشتم. دلم نمیخواست در رو باز کنم ولی نمیتونستم همینطور بمونم. با صدای لرزون گفتم کیه؟ چند لحظه سکوت شد. بعد یه صدای آروم ولی عجیب جواب داد. منم یونس. یونس؟ مگه میشد؟ همون یونس که غروب توی ده دیده بودمش؟ یه لحظه شک کردم اما گفتم شاید اومده خبر جدیدی بده. با دستای لرزون قلون در رو باز کردم. اما وقتی در رو یکم باز کردم پشتم از ترس هیز شد. یونس بود ولی نبود. یعنی قیافش یونس بود، قد و هیکلش همون بود، ولی چشماش یه چیز عجیب توی نگاهش بود. انگار اصلا آدم نبود. زل زده بود به من بدون هیچ احساسی. دلم نمیخواست بیشتر نگاه کنم. خواستم در رو ببندم که دستش محکم در رو گرفت. به زور فشار داد که بیاد تو. تقلا کردم، با هر چی داشتم فشار آوردم تا در رو ببندم ولی اون زورش عجیب زیاد بود. انگار 10 نفر پشتش بودن. تو همون لحظه از پشت سرم یه صدای ناله آرومی اومد. یه صدای زنونه. سری برگشتم. تو گوشه تاریک اتاق یک زن چادری نشسته بود. چادرش خاکی و کهنه بود. سرش پایین بود و یه جور زمزمه میکرد. نفسم تو سینه حبس شد. من که در رو قفل کرده بودم. پس این کی بود؟ همون لحظه یونس با یه فشار محکم در رو باز کرد و اومد تو. دیگه مطمئن شدم که این یونس واقعی نیست، اما دیگه دیر شده بود. زن چادری سرش رو آروم آورد بالا و من برای اولین بار چهرش رو دیدم. و همون موقع بود که فهمیدم اون زن و یونس هیچ کدوم آدم نبودن. نفسم بند اومده بود. دیگه مطمئن بودم که نه اون زن نه یونس هیچ کدوم آدم نبودن. یک لحظه احساس کردم که کل بدنم کرخت شده. مغزم دیگه درست کار نمی کرد. یونس داشت همونطور که در رو باز کرده بود آروم قدم برمی داشت و می اومد سمت من. زن چادری هم هنوز زل زده بود به من بدون هیچ احساسی. یه جورایی از یونس هم ترسناکتر شده بود. هرچی تو تنم جون داشتم جمع کردم و یه قدم رفتم عقب. دستم خورد به فانوس. یه فکری تو ذهنم جرقه زد. میگفتن اجنه از آتیش میترسن. چاره ای نبود. فانوس رو برداشتم و با آخرین قدرتی که داشتم کوبیدمش زمین. نفت پاشید روی زمین و شعله زبونه کشید. همه جا توی نور نارنجی غرق شد. تو اون لحظه برای اولین بار قیافه یونس رو درست و حسابی دیدم، یا بهتر بگم قیافه اون چیزی که خودش رو شبیه یونس کرده بود. چهرش کم کم تغییر کرد. اول پوستش یه جوری کش اومد، بعد دهنش گشاد شد. اونقدر که انگار میخواست کل صورتم رو یه لقمه کنه. پوستش از جاهای مختلف ترک برداشت. یه جور زخم‌های سیاه زیرش دیده میشد. یونس، یا اون چیزی که جای یونس بود، یه جیغ بلند کشید. جیغی که انگار از ته جهنم می اومد. بعدش با یه حرکت غیر طبیعی مثل باد عقب کشید. زن چادری هم بی حرکت بود، فقط با همون صورت به من زل زده بود. آتیش بیشتر شد و دود کل اتاقو گرفت. من دیگه صبر نکردم، دویدم بیرون. فقط میدویدم بدون اینکه بفهمم دارم کجا میرم. تو تاریکی سایه های از بین درختای اطراف امامزاده تکون میخوردن. نمیدونستم واقعا سایه‌ان یا چیز دیگه. فقط میدونستم نباید وایسم. وقتی رسیدم به ده پاهام دیگه تحمل نداشت. خوردم زمین. چند لحظه بعد چند نفر از اهالی روستا دورم جمع شدن.
کت خدا اومد بالای سرم، رنگمو که دید ترسید. گفت عین الله چی شده؟ رنگت عین گچ شده چرا؟ با صدای لرزون و بریده فقط تونستم بگم اونا آدم نبودن. چهره کت خدا یه لحظه عوض شد. یه نگاهی بین اهالی رد و بدل شد که انگار یه چیزی میدونستن و به من نگفته بودن. بعدش کت خدا آروم سرشو پایین انداخت و گفت باید زودتر بهت میگفتیم ولی ترسیدیم که قبول نکنی پنجشنبه بیای اونجا. امامزاده ما طلسم شده. یه مدت پیش یه شیخ بهمون گفت که یه قبیله از اجنه کافر اینجا خونه کردن. هر کاری کردیم که اینجا برن فایده نداشت. حرفش که تموم شد دوباره اون صدای جیغ توی ذهنم پیچید و اون لحظه فهمیدم که این ماجرا هنوز تموم نشده. کت خدا که حرفش تموم شد احساس کردم سرم داره گیج میره. اون شب همه باوران فرو ریخت. چیزی که فکر میکردم یه کار ساده نگهبانی حالا تبدیل شده بود به یک کابوس زنده. چند تا از مردای روستا منو بردن توی قهوه خونه ده. هنوز نمیتونستم درست حسابی حرف بزنم ولی کم کم که چای داغ رو خوردم و نفسم جا اومد پرسیدم یعنی اون یونس، اون زن، اونا همشون جن بودن؟ کت خدا سری تکون داد. خودشون نبودن ولی اون چیزا خودشونو شبیهشون کرده بودن تا تو رو فریب بدن، همونطور که قبلا خیلی های دیگر رو فریب داده بودن. گفتم ولی چرا من؟ حالا چی کار کنیم؟ کت خدا یه نفس عمیق کشید و گفت تنها راهش اینه که دوباره شیخ رو پیدا کنیم. اون میدونه چی کار کنیم. 3 روز بعد شیخ بالاخره رسید. یه پیرمرد قد بلند بود با ریش بلند و چشمهای نافذ. همون شب همه اهالی ده رو جمع کرد و گفت این اجنه سال هاست که توی این امامزاده لونه کرده. باید طلسم جدیدی بنویسیم و قوی‌تر و اونو توی چند جای مختلف دفن کنیم، هم توی امامزاده، هم توی ده، هم توی باغ‌های اطراف. اون شب شیخ شروع به نوشتن طلسم کرد. جوهرش رو از گیاهای کوهی و زعفرون درست کرده بودن. وقتی طلسم آماده شد چند تا از جوانای روستا همراه شیخ راه افتادن. منم همراهشون رفتم. هنوز دلم آروم نمی گرفت. نیمه شب وقتی به امامزاده رسیدیم یک نسیم عجیب وزیدن گرفت. انگار یه چیزی منتظر ما بود. من فانوس رو جلوتر گرفتم ولی بازم گوشه های صحنه امامزاده سایه های تکون می‌خوردن. هیچ کس جرئت نمی‌کرد حرف بزنه. شیخ آروم کنار ذریح زانو زد. یک گودال کوچیک کند و طلسم رو توش دفن کرد. همون موقع صداهای عجیبی بلند شد. همه ما حس کردیم که یه نگاه سنگین روی تنمونه. ولی شیخ بدون هیچ ترسی شروع به دعا خوندن کرد. چند دقیقه بعد باد آروم گرفت. حس کردم یه چیزی توی هوا سبک شد. یه جور حس آرامش که انگار تا اون لحظه نبود. شیخ از جاش بلند شد و به ما گفت تموم شد. از این به بعد اونا نمیتونن خودشونو شبیه کسی در بیارن که فریبتون بدن. دیگه نمیتونن فریبتون بدن. از اون شب به بعد یه هیچ اتفاقی توی ده نیفتاد. نه صدای سنگ، نه دیدن آدمای عجیب، نه سایه هایی توی تاریکی. منم چند روز بعد وسایلم رو جمع کردم و از روستا رفتم. ولی هنوزم بعضی وقتا نصف شب که از خواب میپرم یه لحظه حس میکنم یکی داره از توی تاریکی نگاه میکنه و اون موقع که زیر لب زمزمه میکنم دیگه نمیتونم فریبم. دوستان عزیز، این بود داستان امشب ما و امیدوارم که ازش لذت برده باشین. اگر از این داستان خوشتون اومد لطف کنید یک لایک ما رو مهمون کنید و داستان رو با دوستان خود به اشتراک بذارید و دکمه سابسکرایب و زنگوله رو حتما فشار بدید تا از داستان‌های بعدیمون جا نمونید. تا داستان بعد، خدا یار و نگهدارتون.